أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأطباعه وأزواجه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما كان القرآن أعظم الناس فقال الله تبارك وتعالى فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم وحافظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. و از عباده بن صامت رضی الله عنهما روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم که زمانه بدید شما از نفسهای خود برای من 6 چیز را، من برای شما جنت را ضمانت میدهم. یعنی 6 صفتی که در وجود کلم انسان باشد او را اهل جنتی گفته می شود. که پیامبر صلی الله علیه وسلم اولین آن را فرمود که اصدقوا اذا حدثتم، همیشه راست بگی وقتی سخن میگی. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت همیشه سخنی راست بگی وقتی که سخن میگی، چون که دروغ گفتن بسیار یعنی که دروغ گفتن یک عملی بد و مذمومی که خداوند و پیغمبر را نهی کرده است. که یعنی که صفت مسلمان این نیست که دروغ بگه. یعنی یکم صفت منافقی این است که انسان دروغ میگه. پیامبر صلی الله علیه و در حدیث می فرماید که آیت المنافقی 3 و این صلی و صام و زعم انه مسلمون. علامت منافق خالی 3 تا است. میگه اگر چند نماز بخواند انسان و روزه بگیره و گمان کنه که مسلمان است. یعنی بدترین اخلاق انسان دروغ گفتن است. اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه دروغ میگه. علامت منافقه میگه که وقتی سخن میگه دروغ میگه. و اذا وعد اخلف، و وقتی که یک چیزی را وعده میده خلاف وعدش عمل میکنه. دیگه علامت سومش و اذا اؤتمن خانه، و هر وقت که برای یک چیزی را امانت گذاشته شود حتما خیانت بکنه در او. یعنی یک چیزی را که انسان امانت گذاشت باید که بپرگی علیه امانت کنی. خداوند میفرماید استعیذ بالله: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. شما هرگز یک سخنی را به زبان نمیارید مگر که یک ملائکه مراقب حرف شما است و او را ثبت میکنه مینویسد. و در حدیث میفرماید پیغمبر که مثل المنافق کشاة العایر بین الغنمین تعیر الی هذا مره و الی هذا مره. میگم مثل منافق را میگن درویواز، زبان دل یک نیست. درویواز میگن انسان 2 زبان دارد. به همین خاطر میگه پیامبر که مثل منافق مانند یک گوسفندی، یعنی که گوسفند بیرحم. یک زن بیرحم را میگن گوسفند بیرحمی که 2 تا کشکار دارد. گاه به سوی کشکار میرود استفاده میبرد، گاه به این کشکار میرود. یعنی که در بین مسلمان خود مسلمان معرفی میکنه، وقتی که در بین دهریا و کافرها میرود و مشرکا خودشان مشرک، یعنی رو خودشان مسلمان نمیگن. به همین خاطر ایراد چه میگن؟ منافق میگن. یعنی یه عملی است که اگر ما از این عمل دروغ پرهیز کنیم از این عملهای منافقت دور میشیم و یعنی صفت جنتی را بر خود کسب میکنیم. دو میگه و اوفو اذا وعدتم، و به عهد و پیمان باید وفا کنید وقتی که با کسی عهد و پیمان میبندید.
یا با خداوند میبندی عهد پیمان یا با کسی شخصیت عهد پیمان میبندی، باید که برای عهد پیمان تو وفا کنی که خداوند در قرآن میفرماید استجیب الله و اوفوا بالعهد انه کان مسئولا. و یعنی که به عهد پیمان وفا کنی، زیرا که از عهد پیمان شما پرسیده میشه روز قیامت. یعنی که عهد پیمان کردی و دروغ گفتی و عهد پیمان شکستی، هم گناه عظیمه. و همون خاطر علامت مرد جنتی است که او به عهد پیمانش وفا میکنه. باز پروردگار میفرماید استجیب الله لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا تقول ما لا تفعلون. برای چی سخنی را میگی که به همون سخن عمل نمیکنه؟ بسیار بد است چیزی که شما میگی و عمل نداره باش. چنانچه که در دور پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه این خاطب یک صحابه بود که خداوند گوی پروردگار اگر منم مالی بسیار بودی، من بسیار کمبغل هستم، من آدم صالح می باشم، بسیار در راه خود خیر سخاوت میکنم، یتیما و بیچاره زنها و کسایی که مثلا محتاج هستن من اونها بسیار آدم میکنم که همیشه دعا میکرد. وقتی در پیش پیامبر دعا گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعاش داد، او به خداوند عهد پیمان کرده بود و عهد پیمانش شکست، حتی که زکاتی که در کلش فرد ادا نکرد این رانده شد. به همین خاطر باید که به عهد پیمان ما و شما شکنیم وفا کنیم. و ادوا اذا اتمنتم. و دیگر علامت اهل بیشت همین است که ادا کنید. میگه پیغمبر امانت وقتی که امانت گذاشته شد برای شما. حدیث پیغمبر است که لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. یعنی ایمان شخص کامل نیست که امانت نگهدار نیست. یعنی انسان امانت بیتیه امانت خیانت نیست. یعنی چیزی که یک شخص برای تدا که امانت تا آمدن من نگاه کن یا یک ماه نیم ماه پس میام گفته، اگر او را استفاده بودی و خیانت میشود. چیزی که باشه فرمانده وقتی اگر استفاده بودنی باشه پل باشه دیگر چیز باشه باید عاریت قبول کنی، امانت نیست. امانت تا حتی دزدها از امانت چه میکنن که یک شخص را میگن یک شیخ یک دزد جمعه شده گفت اگر امانت نگاه داد، پس از تورات که برآمد برای چی تو دزدی ندزدی گفت تو امانت گفتی، اگر امانت نمیگفتی من را بر راه بردم گفته. امانت بسیار چیزی است. با امانت این نیست که فقط یک لباس یا پول یا چیز باشه. امانت سخنم امانت میشه. میگه اذا حدث رجل بحدیث ثم التفت فهي امانت. یا شخص بیایی شما میاوی طرف نگاه میکنه یا سخنم میگه یا سخنم نگاه میره و این سخن در نزد شما امانت است. و که این سخن ما و شما شکنیم امانت نگه داریم. یعنی وقتی یک انسان اگر سخن از زبان یک شخص میشنه و در دیگر مجلس میره و همون خیلی که برام خلاصی بیان میکنه دروغ ترین میگه سخن از هر کس شنیدیم باید او ما و شما امانت باشه و نریم در پیش دیگر کس بگیم یا که از پیش دیگر کس پیش دیگر برسونیم. یعنی فتنه انداختن بزرگترین گناه است. هر که عیب دیگران پیش تو آورده شمرد بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. یک از عیب دیگر در پیش تو تکرار میکنه تو خرسته نشو که او دوستی تا او با سخن تر میگیره پیش دیگر کسی. به همین خاطر بسیار یعنی که همین امانت باید سخنها هم امانت باشن که نظم از دیگر اتمیتون و حافظ و فروجکم. و چهارم علامت کسی که بیشتی است همین است که حفاظت میکند فرج خود را، شرمگاه خود را. پیامبر میگه حفاظت کنید شرمگاه خود را، یعنی که شرمگاه خود را حفاظت کنید از زنهای نامحرم. خدا پیامبر صلی الله علیه و میفرماید که ان الله یبغض الفاحش المتفحش. هر آینه خداوند بد میبیند فاحشگی و فحشا را بد میبیند، کار فساد خداوند بد میبیند. و همین خاطر احتیاط کنید شرمگاه خود. باز در آیه اگر میفرماید استجیب الله ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. و قریب نشوید به سوی زنا. نمیگه خداوند که زنا نکنید، میگه قریب نشوید به سوی زنا، زیرا که زنا چی است؟ بسیار بد کار است. ولا تقربوا الزنا انه فاحشة، خودش کاری فساد است و بد راه است. به همین خاطر راه ندید. مثلا که شرمگاه خدا نگه دارد. پیامبر صلی الله علیه و فرماید که نگه و اجتنبوا الا من زوجتک، یعنی که پرهیز کنید از چی؟ شرمگاه خدا نگه دارید مگر که از زنهای خود. در زنهای خود استفاده برای
لکن از زنهای بیگانه بسیار پرهیز که بسیار کاری بد است که خداوند هم کاری بدش. سعدی هم در این باره می‌فرماید که پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت که شهوت آتش است از وی بپرهیز، و خود بر آتش دوزخ مکن تیز. در آن آتش نداری طاقتی سوز، به صبر آب در این آتش زن امروز. یعنی که این شهوت بسیار یک مخلوق سرکش است، بسیار احتیاط تو در آتش دوزخ طاقت سوختن نداری، به صبر کردن و پرهیز کردن از زنا و از معصیت و صبر کردن به همین آتش شهوت آب بزن که فردا در عذاب خدا گرفتار نشوی. و غضوا ابصارکم، و نگاه دارین میگه پایون کنید چشمهای خود را. این چشمهای خود را از جای نامحرم، از جای خداوند حرام قرار داده است، نگهداری کنید چشمهای خود را. چون که خداوند جل جلاله میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. هر آینه، سمع، شنوایی های شما، گوش های شما و چشم های شما و دل های شما، مراد از دل های نیت های شما. نیت هم باید بد نگیری که خداوند از این روز قیامت سوال میکنه. این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از همه اینها پرسیده میشن. نیت های ما هم باید چی باشن؟ نیت های خوب باشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که النساء حبالة الشیاطین، زنهای فاحشه ریسمان شیطان است. این کسی که در کدوم دور زمان به آبرو شده است از روی زنهای فاحشه شده. این زنها میگه یک ریسمان شیطان هستند که به سوی خودشون شما را دعوت میکنن و به آبرو رسوا میشن. و در حدیث دیگه میفرماید النظر الى الاجنبیه سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر کردن به سوی زن بیگانه و شهوت یک تیر زهرآلود از تیرهای شیطان است. یک با نظر میکنی، دیگه با نظر میکنی، کار کردی به سوی فساد میکشد. نظر کردن حرام. زیرا سی دیده و هر دو فریاد، هر آنچه دیده بینه دل کند یاد. زنم یک خنجر دیگر نو گشتی پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اصلا وقتی که دیده میبینه دل حوث میکنه و میره به سوی گناه. و همین خاطر نظر حرام، از نظر حرام باید ما و شما چه کنیم؟ پرهیز کنیم. کفوا ایدیکم. و ششم خصلتی که انسان اهل جنت میکنه، یعنی که امتناع تعرض بالمسلمین، یعنی به مال مسلمان، به نفس مسلمان، معن که باید تجاوز کردن معن که به مال مسلمان دسته باز بداری. چون که تعرض کردن به مال مسلمان این کار مسلمان نیست. این تعرض مسلمان به مال مسلمان حلال نیست که انسان به مال مسلمان تعرض کنه. خب امتناع پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که انسان اگر به 70 گناه پیش پروردگار برود خداوند را میبخشد. وقتی اگر یک شخص ظلم کرده باشه، یعنی که به دستش ظلم کرده باشه یا مالش یا نفسش، خداوند را میگه نمیبخشد تا که همون انسان نبخشد. و همون خاطر باید که از تعرض کردن بر مال مسلمان این دستهای پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. پیامبر سوال کردن که من مسلمان کی است؟ او مسلمان کسی است که این مسلمان‌های دیگر از زبان و دست او باید آزار نبینند. وقتی انسان از زبان و دست آزار میبینند او مسلمان کامل نیست. و پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که ثلاث دعوات مستجابات، این 3 دعای است که به حجاب نزد پروردگار قبول هستند. اول کدوم دعا است؟ میگه دعا الوالد علی ولده، دعای پدر و مادر در حق فرزندان. اگر پدر و مادر در حق فرزندان دعای نیک کنند یا دعای بد کنند، چنانچه که پیغمبر در حق امتش دعا میکنه در قبول میشه، دعای پدر و مادر هم در حق فرزندان میکنه. دوم دعای مسافر، دعای کسی غریب و مسافر است، دعای اون به حجاب قبول است. و سوم میگه دعوت المظلومی ولو کان کافرا، میگه دعای مظلوم جبر دیده اگر چند کافر هم باشه. فکر نکنید دشمن خدا را ظلم میکنید، دعای مظلوم هم قبول میشه اگر چند. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که اتقوا دعوت المظلومی ولو کان کافرا،
یعنی که بترسید از دعای مظلوم اگر چند کافر باشد، لأنه لیس بینه و بینه حجاب، زیرا که بین دعای و بین خداوند حجاب نیست، پرده نیست، بی پرده خداوند خاموش. بترس از آه مظلومان که هر هنگام دعا کردن اجابت از در حق و هر استقبال می‌آید. وقتی انسان مظلوم دعا میکنه، حال دعایی به آسمون نرفته، قبول شدنش از جانب پروردگار سوی او میاد، یعنی اونقدر تیز قبول میشه که از جانب آسمون دعا را دست کم نگیرید. دعا بسیار یعنی یک چیزی کارسازه. به یک دعای حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا مسلمان شد، یعنی که اللهم اعز الاسلام باحد الامرین، ای پروردگار به یکی از این دو امر اسلام از ظفر بگو. یادش عمر ابن خطاب بود، دیمش عمر ابن حشام که ابو جهل داشت در حضرت عمر قبول شد، خیلی اسلام در او قوت گرفت حرکت دید. به همین خاطر خداوند تبارک و تعالی ما شما توفیق بده که همین صفات‌هایی که شش صفت بهشتی را پیامبر صلی الله علیه و ما شما کفالت داده است، خداوند اینه که موصوف بگردن ما شما به همین صفات‌ها که ما شما از اهل جنت باشیم با گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. و گذشتگان همه ما شما را به سبیل امر معروف ها و نهی عن منکرها رحمت کنه و زندار توفیق بده و کسالت شفا بده و مسافرایی که در حج هستند خداوند ساق سلامت برگردن. همه ما شما را باز بارها نصیب حج کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.